برادر عزیزم، در زندگی من به دعای تو خیلی نیاز دارم. وقتی دست دعا به سوی الله مهربان میبرداری، حتما مرا هم به یاد آر و برای من هم دعای مغفرت و آمرزش گناهان بکن. چون که امروز حدیثی را از پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم خواندم که می فرماید: ابو درداء رضی الله عنه روایت می کند که پیامبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند: دعای شخص مسلمان برای برادرش، یعنی برادر دینی یا نسبیش، در غیاب او مستجاب است. یعنی برادری که در نزد تو حضور ندارد و تو دست دعا برداشته برای او دعای خیر میکنی، البته خداوند آن را رد نمی کند و اجابت می کند. و در نزد او فرشته مأمور است که هرگاه برای دوستش دعای خیر کند، آن فرشته می گوید آمین و برای تو هم مثل آن باشد. روایت مسلم، حدیث رقم 2733. پس برادر عزیزم، دعای غایبانه را برای دوستانت و برای دیگر مسلمانان هرگز فراموش نکن، چون که وقتی برای دوستانت دعا میکنی، بر دعای تو فرشته موکل آمین میگوید و انشاءالله که دعای فرشته اجابت می شود.